اون که واسط به هم میریخت شهر رو دیگه نمیخواد. چه بوی آشنایی. چی میگی بابا؟ قهوه‌مو بزن بیا رو میز. با هم اینجوری صحبت نکن، فکر نکن کارگر باباتم. کارگر بابام که نیستی، کارگر اینجا که هستی. اتفاقا بعد کات با تو در دنیا برون باز شد، پیشرفت کردم، اینجا رو خریدم، اون دعایی که گرفته بودی باطل کردم، نهر روان برد. چه عجب پول دست تو دیدیم بابا. ظرفای مامانم پس بده زود. اون یک دونه دو دونه ظرف مامانش پس بده، دلم غذا داد، فکر کردم خبری. اون بوی خوشم گفتم عطی بود که سال قبل خریدم، زود پسش بده. یا بابا تو میزنم تمام بشه. تو هم لباسای داداشمو پس بده. در بیار لباسای داداششو داده بودم، این بدبخت بموشه سرمای زمستون از یادش بره. تو همون طلایی که سال قبل ولنتاین خریدم 6 میلیون خریدم، کلی پولش پسش بده. یا بابا تو هم ساعتی که تولد خریدم این پس بده، گرون بود تو ارزش. یا بابا این ساعت از حال نمی‌کردم، اون 20 تیشرت لانگی که یادت میاد میگفتن به روی تو بیشتر میاد، پسش میده به روی من میاد. یا بابا تمام قبضا دونگا شارژایی که من مجاد خریدم و همه رو بهم پس میدی. چیه نکنه میگم میگی کارتم را نیست. من با کارتم خداحافظی کردم، 724 نصب کردم، از طریق NFC پرداخت میکنم. بفرما پرداخت شد. واو چجوری این کارو کردی مصطفی؟ میخوای بهت یاد بدم؟ گوشیتو بده من. اول میری تو سایت 724 داتای آر 724 رو نصب میکنی، بعد میتونی از طریق NFC تمام حساب کتابات انجام بدی، خدماتت هم بدون اینترنت بدون کارت پرداخت کنی. هنوزم رژیمی؟ آره. با استویا